عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. دو نکته رو باید باز من تاکید میکنم در نظر داشته باشیم. یک این که اقدامات ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل یا یک سازوکار جهت اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک اقدام مسئولانه و مطابق با حقوق بین‌الملل هست، هم برای منافع و امنیت ملی ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی و هم برای خیر عمومی جامعه بین‌المللی. طبیعی است در این روند خدماتی که ارائه میشه، خدمات ناوبری به اضافه اقدامات لازم برای صیانت از محیط زیست تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان، اینها نیازمند دریافت هزینه هایی است. بنابراین اینها رو نباید به عنوان تول یا عوارض ازش نام برد. ایران و عمان در این مسیر مسئولانه دارند تلاش میکنن و امیدواریم که هرچه سریعتر به نتیجه نهایی